حضور در نزد شما 407 بگید معرفی کرده شده بود مورد آزمایش قرار دارد دوستان عزیز از بالاترین کراسافچیک تلیسمان و پودارو در جای یکم از بالاترین کراسافچیک در جای دوم بلند در جای سوم تلیسمان و در جای چهارم پودارو مبارزه بین جای یکم و دوم خیلی تیز و تند گذشته ایستاده است مسافه بین آنها خیلی گسترده است کلان شده ایستاده است سلام علیکم بچه‌ها و کسا خوب برادرای ما حوزی بالا هم از بالاترین کراسافچیک در جای یکم در جای دوم از بالاترین گلنگ و در جای سوم از بالاترین تلیسمان جای گیرد مبارزه خیلی تند و تند ایستاده است بین کراسافچیک بین گلنگ اسبای توجیکی هم فقط بودن امید اسب کراسافچیک یکم در افتیسه اینا بچه‌ها اومدن رفتیم همه شما شما کردیم بچه‌ها پیسی مخصوصی پایگلی و رفتیم کراسافچیک نزدیک شده ایستاده است دوستان عزیز کراسافچیک بچه‌ها یکم جور تلیسمان کراسافچیک نام ما هر دیم اسبای Dulan yakın krasavçı yakın bir hafta krasavçı kay nay Dulan ze ançkalege krasavçı ya nesta va podarok Dulan krasavçı بچه‌ها متاسفانه بخشش می‌پرسیم که این نام اسبا رو ما ندونستیم کدومش دولانه کدومش کراسافچیک کدومش تلیسمانه کلی نامشون نفهمید اسبا خیلی دولان و اسبا خیلی کراسافچیک خیلی شامل اول شده نه و اسبا خیلی پودارک بچه‌ها ندیم تیار کردستن باز وایش هم سر اداره کرده بشه جای سیوم رو سوید بشه بعد سپوریده به بازهای درکوری اسبای فقط توجیکی هم خیلی عدیگه در آن واردگی نیستن اسبای توجیکستانی خمونه خیلی نه بردگاه شما را نشان میتیم نه اسبا را تیوری ها رای بچه آدمای مخلصای کمادگی هم همشه پیشکش میکنیم دوستان عزیز در جای یکم اسبا خیلی گلنگ بچه‌ها یکم که شما دیدین جای یکما اسب به نام دولان گرفت بازی ممکن تا بخره بیاید گولان نه دولان همه دنبالش که دولان بود بچه‌ها جای یکم کارو چالای گرفت اسب کراسافچیک من اسب دیگه نامش کراسافچیک بچه‌ها یکم اسب لقبی تلیسمان تلیسمان یکمش دوم اسب لقبی کراسافچیک پودارک جای یکم دوم و سوم رو صاحب گشتند تلیسمان جو یکم شده ما خطا کردیم بخیرم خیلی تلاشی تماشا میکنیم باور کنیم انرژیش دیگه خیلی بچه‌ها قدمی که حضور گرامی چنان چیزی کردید جوی یکم اسب بچه‌ها درش تماشا میکنیم رفتیم چوبک سواران هم زمان صاحبان اسب یک خرسه بچه‌ها نمیشه اسب که جای یکم دیم سیما گرفتن این برادران جای یکم تلیسمان گرفته گیاه لقب کراسافچیک جای دیم کراسافچیک جای سوم پودارک چه همونشم خیلی برادر تلیسمان که جای یکم و اسب لقب پودارک که جای سوم رویش بود جای یکم دیم سوم این برادران بچه‌ها نخیر ختم بینیم البته در مسافه 2000 متر از روی وقتی تعیین نموده این نتیجه بهترین به حساب می شود جوی یکم 2 دقیقه و 16 ثانیه جوی دوم 2 دقیقه و 17 ثانیه و جوی سوم 2 دقیقه و 22 ثانیه بچه‌ها از یک دیگه سر میتن 4 اسب دیگه را که بالومی بوندوت پریز گردی کپ گلاس هستند این 3 اسب اینجا بچه‌ها اسب فاوریتن 4 اسب داشته سه اسب فاوریت یا تاش باید که کم ترسستاره حوزی سرشون میتن بچه‌ها این کروشان تماشا میکنیم بارداری من گفتم اون که کروب همین جایی که میدونم این اسب 2000 متره
2000 метрш ба километр чанд мешавад? 2 километр мешавад бачаҳо. натиҷаи чанд мудд медаванд минутаи сонандажи аниқ мекунанд. خیلی هاوز تماشا میکنیم نه تایید شدستن 4 از دیگه یا بودیم میگم بوم داد پریز گندیکاپ گلاس بچه‌کو و سرشون میتن میبینیم برادرای ما اونو تراکتور دین اینا اونجا سر میشه سرشون میتن اونو هانکور دین هوز اینا اونجا سرشون میتن خیلی ما چند خیشکی اسپید کردیم سیانکا میکنیم برای کی راستی خیلی تکنیکی اسپید نمیکنیم دام و خیلی سراز با کروک سیانکاش کنیم برای چی برای کی اینا از یا برگان شما میتون بچه‌ها کنن خیلی کروک میدم و پیشی ما اینا خیلی این همیشه زدگی بچه‌ها کو کارا رو دیدن نمیشه و متاسفانه اینا تریبونای نمیخواد چند قدر شکتون نیستیم اون قاچه برای شما سیانکا میکنیم توی ششم باید از بزرگ که این اسباچ خیلی که در بروز ذکر گردید سال گذشته شکوه و شهامت تویگوی اسب با لقبی گندیکاپ این هم از خوجگی دخونی میدون آقای کوارینگ است تحت روبری سطور و خورشید قرار دارد مربیش سطور صدرالدین است اسب با لقبی پریز تحت روبری یتیم شهر و قرار دارد از جوهی پیگوزار پیشنهاد شده است خوجگی دخونی دشمندی و مربی این اسب سعید کریمی بود دوستان عزیز یک باره اسب با سرده پایگاه اسپور شدند قابل تذکر است که یک اسب در این پایگاه شرکت و نورزیده ایستاده است چون که از سبب سلامتی این اسب از پایگاه گرفته شده است اسب با این اسب نیز از جوهی پیگوزار پیشنهاد شده بود از این پایگاه استثمار کرده شده است با سبب سلامتی دوستان عزیز 400 اسب پایگاه اوکیرون مسافت 2000 متر حالا اسب بهترین رواتتون تماشا کنیم اینا بچه‌ها یا بردی آواره خودی شما چمپیوناتی اسدوانی در پادرون کاتون در جوی یکم رفته شده است و از بین اسبی گلاس اسب با لقب پریز یکم دوم و سوم رو چهارم اسب با لقب گندیکاپ قرار دارد حالا هم اسب با لقب بامداد در جوی یکم است مبارزه بین اسب با لقب بامداد بچه‌ها اینا یک کروک زدن اومدن از فینیش دادن اسب با لقب بامداد با خیال در جای یکم بچه‌ها نکی و متاسفانه و از میبینیم که یکم میشه بچه‌ها بین بامداد و پریز یک دو اسبی که بچه‌ها پیشکیان بامداد پریز دوم شدن پریز اسبی پریز جای یکم شده گه برادرو پریز بامداد پریز بامداد گندیکاپ در سیوم بچه‌ها اسبی پریز جای یکم جای دیوم بامداد جای سیوم گندیکاپ برادرو خیلی اخیرانش بود اخیران اسدوانی خیلی خدا نگهبان همه شما باشه برادرم خیلی چمپیونات ها بسیاری بد شوند که بیایم هم خیلی سیانکا کنیم برای برادرای غریب بپرتاییم بچه‌ها اگر همین کار برد شما اینترس نباشن پروست در کامنتر نوشتین که بسیاری های ما میدونیم که در طرف قشلاق‌ها بز گوشتینگیری بیشتر میشه ما بریم سیانکا کنیم پرتاییم همه کسا تماشا کنیم باقی در پناه خدا باشیم بچه‌ها تو برنامه‌های دیگه شاهزاده اسرائیل نماینده فدراسیون پایگاه آموزشی جمهوری کردستان سپرده می‌شود. بچه‌ها خیلی که شما دیدین خیلی چمپیونات تموم شد متاسفانه ما خیلی دعوت گفتم ما همش اسپید نکردیم همین پایگاهش اسپید کردیم سیانکا کردیم خیلی به همین خوشم شکر جای یکم در این کروک اخیرانه که دیدم بچه‌ها بامداد پریز بود پریز جای یکم گرفت بامداد جای دیم این نمونه اسباب بودن خیلی تو برنامه‌های دیگه برادرای ما یگان سیانکای دیگه شدم خیلی عزیزت برای خاطر شما از سیانکا میتونیم بپردازیم خیلی بچه‌ها